میخوام که خانم بلا کمی از عروسی قدیما برای ما توضیح بده شما. عروس قدیما یک میرفتن عروس میدیدن و سباشن شوشن میگفتن باید بیا مهر ببریم. مهر یعنی صداق کنه. وقتی میمدن پایم میشه زنه 4 تا بزرگ تا زنه که اوناش نپوری نبودن. آمو خاله و اینا نبودن. آمو بوده دادایی و پیاده پسر که از دخترک ندیده بود. من اگه میبریدم بعد بعدیشش میگفتن باید سینی بیاره. سینیش نه یک سینی لباس عروس بود و یک سینی هند بود و صابون و یک سینی 3 تا 4 تا سینی خم. یک کسینی کفشونه عروس میذاشتن. خم بود و شیرین دیگه چیزی نه آینشم نقورا میوردم میذاشتم اونجا فردی شد سباسی باید بند خودم این مخونشم باید اصله کنی یه همون دیگه زبون خودم حفه کنی صبح تا شنبه شقاما میشستم اونجا اصله میکردن و پس نواروس همون میبردن و شوان خب میشستم پایم و یخه میزدن و مخوندن و نون پنیر میدادن و یک بند خود را که بزرگتر یک چاچو که من میبست شیرینی گرد و بادو میکردن مردم و بعدم گفتن عروس بخونه برن سینی سرشون با ساق باشه چراغ دست میگرفتن و پارچای سبز رو سینی مینداختن تورای سبز که میگفتن شگون در خاطر برای امام امنه میبردن و میادن. به نظر شما چطور شد که این رسم و رسوم ها اصلا در آخر شد از بین رفت؟ به نظر شما چه علتی داشته باشه؟ یخه گرفتاری های مردم یخه تو این بندا نیستن حالا همه چی حاله شده دیگه اینا قدیم دیگه نیست همه چی رفت حالا که اصلا کن اگه پیدا کن تو خونه نیست کوچه منده هم بابی آرایش کن قدیمیگاه یخه یک تک نخبر میداشتن یکی چاقو میمد خونه مردم یخه این نخ بودن میکشیدن تحرف رسول سپید اومده در رسول هستشونو همون بایشی نخشم همون که میرفته همه میرفته همونو هلا دست و پا میکرن خشی دلو عربونه و یاد اون روزا بخیر دست در خانم فلا خیلی لطف کرد.